این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که در دور اول نمایش انتخاباتش پتک کوبنده تحریم رو نوش جون کرد، بعدم در دور دوم با گردن کج رفت پای صندوق و اینطوری گفت: شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبله. خدا کنه اینجور باشه و اگر اینجور باشه خرسند کننده است. بعدم برای اینکه عظما خرسند بشه همه سگای زرد و شغالهای نظام بسیج شدن. از خاتمی شیاد که تیویریش اون رو از ممنوع تصویری در آورد. انشالله که همه بیان برای آینده ایران، برای بهبود تا این امام جمعه مشنگ خامنه‌ای که ظاهراً از اون دنیا برگشته و داره میگه اونجا درباره رأی دادن از آدما سوال میکنن. در حال خداوند از ما سوال میکنه، این لحظات رو سوال میکنه که رأی دادی ندادی، چه کار کردی تو این زمانی که دشمن دنبال اینه که شما حضور نداشته باشید. هنرپیشه‌های ناشی هم شروع کردن به آبغوره گیری و تولید این صحنه‌های مضحک. واقعا دوست دارم رأی بدم. من کشورم خیلی ارزش قائل. واقعا دوست دارم رأی بدم. من کشورم خیلی ارزش قائل. این شارلاتان هم که میگفت تو زندانه فرصت پاچه‌خواری رو از دست نداد و خودشو انداخت وسط. مسیر پیشرفت و توسعه سیاسی فقط و فقط از کانال صندوق رأی وزارت کشور. در جریان سیرک انتخابات مالکش اعظم یعنی ممجواد ظریف تا تونست یقه پاره کرد و عربده کشید. بعدم نشست کنار این جوجه اصلاحاتی و اینطوری برای عظما رأی گدایی کرد. اوضاع چطوره؟ اوضاع خیلی خوب بوده تا حالا، ولی نیاز داریم که مردم ادامه بدن حضورشون رو پای صندوق رأی و بیشتر بکنن. خانوما مخصوصا و جوونا، اینا نه تنها خودشون باید برن بلکه باید دیگران هم تشویق بکنن. کسایی که دور قبل رأی ندادن الان دیگه حتی بچه‌های زیر 10 سال هم معنی این چاپلوسی‌ها رو میدونن. هموطنان، شما تا جامعه مردم عزیز ایران هستید ولی شنبه رو نمیدونن. با وجود همه این مسخره بازی‌ها بازم چیزی عاید عظما و جک و جونوراش نشد. ارشاد رو بردارن شما رأی میدی؟ نه نه مشکل ما فقط گشت ارشاد نیست. نه گشت ارشاد رو بردارن چه ربطی داره این به اون؟ اهمیت چندانی حداقل برای من نداشت. شاید برای یه سری خوب اولویت باشه دلشون بخواد آزاد باشه. ما الان مشکلات خیلی بیشتری داریم تا مسئله حجاب. کل قوانین پوشش رو بردارن تو رأی میدی؟ نه. اینطوری بود که یک ضربه دیگه نثار فک عظما شد و اون رو پهن زمین کرد. ببینید وضع عظما چقدر خراب شده که حتی توی تیویریش هم اعتراف میکنن که باندای رژیم سر و ته یک کرباسن. خسروی چه اصلاح طلب چه اصولگر از نظر عمومیت شمر و تعزیه پشت خیلی تعزیه که اینا پشت با همن آقا، از نظر عموما فرقی نمیکنه. تو این مدت مهره‌های اصلاحاتی نظام کلی تبلیغ کردن که اگر بیان ال میکنن و بل میکنن، اما تشت رسوایی این جماعت خیلی وقته که از روی بام افتاده. دوستان دارم وعده رفع تحریم رفع فیلتر میدن. من بعضیا میگن آقا فیلتر یا کار شاکه شورای امنیت کشور یا کار شعامه شورای امنیت عالی ملی، شورای عالی امنیت ملی.
این شوراست، تصمیم شخص نیست. هر کی اومد بهتون گفت من برطرف میکنم دروغ میگه. منی نمیتونه اینو برطرف کنه. تصمیم یک جمعه، یک، دو، باشه میخوای برطرف کنید. گیریم که شما نظرتون این باشه، گیریم که شما راست میگید. ببخشید موقعی که خالص‌سازی یک دست صورت گرفت توی مملکت، آقای مسئول پزشکیان شما نایب رئیس اول مجلس بودید، آقای علی لاریجانی رئیس مجلس بود، جناب آقای حاج حسن روحانی رئیس دولت بود، برادر آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه بود، مرحوم هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. تمام قدرت دست شما بود. چرا اون موقع رفع فیلتر نکردید؟ تازه 5 تا 6 تا 7 تا نرم افزار دیگه هم شما فیلتر کردید، ویزو فیلتر کردید. الان یه عکسی منتشر میکنن فقط تلگرامو میزنن زیر اسم آقای روحانی، اینم تازه قوه قضاییه فیلتر کرد. نه اونو شاک فیلتر کرد که رئیس شخص رئیس جمهوره. ویزو فیلتر کردید، سیگنال رو فیلتر کردید، میلیوم رو فیلتر کردید، ویچت رو فیلتر کردید، وایبر رو فیلتر کردید، واتساپ رو فیلتر کردید. چرا دروغ میگید به مردم؟ چرا دروغ میگید به مردم؟ بار کج به منزل نمیرسه عزیزم. این هم یک تصویر شماتیک از داستان سگ زرد و شغال. مشنگستان این هفته رو با یه تیکه از نمایش مناظره های کاندیداهای خامنه‌ای توی دور دوم شروع میکنیم که سوژه طنز رسانه‌های حکومتی هم شده. در جلو چشم این مردم اعلام میکنم همین امروز از انتخابات میرم کنار، به شرط اینکه این 8% رشد بده، اگه نداد اعدامش کنن. بعد از خود پزشکیان پرسیدن خب حالا خودت برنامه‌ت برای این موضوع چیه؟ چنین جوابی داده. من بررسی و مداقه نهایی رو به عمل بیارم، بعد نتیجه وایی رو خدمت. تا جایی که به دزدی غارت برمیگرده، اصلاحاتی و قشری دستشون توی کاسه است. حالا بشنوید از این سرتشتک عربده‌کش که معلومه بدجوری تشتکش پریده. شما برای کار تبلیغاتی و انتخاباتی تشریف میارید جایی؟ عرضم بزرگ شما که بسم الله الرحمن الرحیم الان برای کار تبلیغاتی داریم با برای بچه چاپریست و هالی دیویدسون باز میریم خیابون ولیعصر بدون هیچ دلیلی ما رأی میدیم جلیلی یا علی داداش. مشنگ بعدی هم این فسیل عمامه داره که حتی لب گورم دست از این مسخره بازی ها بر نمیداره. جمهوری و انداختن رأی خود به صندوق از نزدیک در جریان روند نظارت بر انتخابات قرار گرفت. نماینده ما شه اینجا. جانم آقا. سلام علیکم. شما هستید؟ سلام آقا. اسم شریفتون؟ یغماییان هستم. مصطفی یغماییان. یغماییان. بله. خلافی صورت نگرفته؟ خدا رو شکر تا الان خیر. همه راحت سالم سالم رفتن؟ بله آقا. مشکلی نبوده؟ نه قربان. الحمدلله رب سلامت. سیرک انتخابات عظما صحنه‌های کمتر دیده شده‌ای هم داشت که کاملا بدون شرحه. چه مفهومی داره؟ من فقط بخواستم که چاپ کنم این که هر کدومشون رأی دادم دیگه هر کی برام مهم نیست کی رأی بگیره یا اینا کی رئیس جمهور میشه اینا بله هر کی شد که شد دیگه. این دزد سرگردنم که توی چند سال حسابی چریده حالا اومده جلوی عظما چنین چاخانهایی ردیف میکنه. نرخ بیکاری که در 20 سال گذشته حضرت آقا کم نظیره.
ما کاهش نرخ بیکاریمون به 8.1% در 402 رسید. در بعضی از استانامون 5-6%. در بعضی از استانامون بیکار نداریم، میگردن دنبال نیروی کار. بشنوید از پاسدار زرقامی که خیز برداشته تا توی کابینه جدید وزیر دستشویی بشه. مثلا تا موضوعاتی که ممکنه به نظر یه مقدار شوخی بیاد، مثل سرویس‌های بهداشتی. سرویس‌های بهداشتی مسئله بسیار مهمیه در همه جای دنیا. اصلا از اینجا شروع کردن و بسیاری از مسئولین، بسیاری از فعالان گردشگری با من تماس میگیرن و میگن شما یکی از مهمترین مسائلی که مانع گردشگری دارید رفع میکنید. ما دیگه زیاد اطلاع رسانی نمی‌کنیم چون ممکنه مثلا به لحاظ رسانه‌ای راجع به دستشویی‌ها صحبت کردن چیز جالبی نبود. برای این آخوند بی عمامه زندان تنبیه ملایم محسوب میشه. ببینید چطوری زنان میهنمون رو تهدید میکنه. اگر کسی که رعایت حجاب رو نمیکنه، ما به خدا نه داغ و درفش قراره بیاریم برای این دختر عزیزمون، نه در واقع قراره که نه یک تنبیهی داره. به هر حال مثل هر قانون شکنی دیگری که تنبیه داره منتها اتفاقا تو این زمینه تنبیه ها خیلی ملایم تره، خیلی ملایم تره. از جریمه های مالی شروع شده تا دعوت مثلا به حالا مثلا شخص رو میبرن مثلا دعوتش میکنن به جای غیر از اینکه یه تعهد ازش میگیرن که فلان، اگه دیگه خیلی تکرار شده باشه دیگه زندان ممکنه براش در نظر گرفته بشه. خب اینم برای هر انسان قانونگریزی در هر شرایطی این اتفاق میفته. این حجت الاسلام مشنگم مدت هاست که زده تو کار کمدی استنداپ و هر بار یه خاطره مسخره رو میکنه. موتور میرفتم دانشگاه درس میدادم، گاز میدادم میرفتم پشت دانشگاه جای موتور میذاشتم که وقتی برمیگردم دانشجوها نبینن که استاد با موتور میاد. بعضی وقتا برای برداشتن موتور نیم ساعت 45 دقیقه معطل میشه، به خاطر که دانشجوها منتظر اتوبوس بودن، می‌خواستن برن نبینن استاد با موتور میره. یه روز سرمو بلند کردم گفتم خدا آخه درسته واقعا با این خفت و خاری با موتور بیام اینجا درس بدم؟ قربونش برم چقدر زود صدا میشه. همون روز بعد از ظهر موتور رو دزد بود، راحت شد. مشنگستان این هفته رو با مشنگ بازی این پزشکیان تموم میکنیم که حوصله خوندن 4 خط رو هم نداره و ثابت میکنه که بیشتر مشنگیان تا پزشکیان. بعدهای فراموش شده. من فکر میکنم اینا رو میخونم شما خسته میشید، اصلا نمیخونم، اینا رو میدیم رسانه ها چون این نوشته رو میدم شما در رسانه ها بخونید. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این عزمای در به در، دمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.